سلام دوستای عزیز، با جملات روزانه سوئدنی درس 15 خدمت شما هستیم. بخشش باشه حدود 4-5 روز تقریبا هیچ درسی نگذاشتیم، بنده در مسافرت بودیم و همکنون در خدمت شما هستم. در این درس قصد داریم تا شما رو با یکی دیگه از تکنیک های آموزش زبان آشنا کنیم. یک از تکنیک هایی که بسیار مؤثر است تکنیک متضاد مخالف است. یعنی شما می توانید کلمات را همراه با مخالف و متضاد آنها یاد بگیرید و این یک از بهترین روش های یادگیری است. مانند چاق لاغر، دراز کوتاه، گران ارزان. ذهن ما اینجور کلمات و متضادشون راحت تر به خاطر میسپاره. خب من تعدادی از کلمات سوئدنی را آماده کردم، می توانیم با هم تمرین کنیم و در این درس با این تکنیک چند کلمه چند صفت را یاد بگیریم. خب دوستان، همچنین یکی دیگه از تکنیک های آموزش زبان این هست که ما می توانیم با استفاده از تصویر یاد بگیریم. ما در این درس هم تکنیک متضاد مخالف استفاده کردیم و هم تکنیک استفاده از تصویر را. ما برای هیچ کدام از آنها معنی فارسی ننوشتم، فقط صحبت میکنیم در مورد معنیش. شما سعی کنید که چند بار ویدیو رو سعی کنید و با دیدن تصاویر معنیشان رو به خاطر بسپارید. خب درس شروع میکنیم. رولیگ تروکیگ، رولیگ تروکیگ. خب دوستان میبینید که این سمت چپ یک دلغک است، بسیار جالب است. سمت راست یک نفر کارمنده که کارش بسیار کسل کننده است. رولیگ میشه جالب، تروکیگ میشه کسل کننده، خسته کننده. رولیگ تروکیگ. خب صفت بعد hög hög låg hög låg. ما میتوانیم اینجور بگیم hög låg hög låg، بالا پایین، بلند کوتاه. ایتو میتونیم استفاده کنیم. hög låg. اینجا دید یک کمودی بلند، یک کمودی که ارتفاعش زیاد است و یک کمودی که بسیار ارتفاعش کم است، پست است، پایین است. hög låg hög låg. برای قیمت هم استفاده میشه. hög pris låg pris، قیمت بالا، قیمت پایین. lång kort lång kort lång kort، یعنی بلند کوتاه، بلند کوتاه. دراز کوتاه. lång kort lång kort. modern omodern modern omodern. یک ماشین مدرن و شیک جدید امروزی. omodern یک ماشین قدیمی. هر وقت بسیاری از صفتها همراه با او مخالف می شود، یعنی اولش یک او میاریم مخالف می شود، اما برای همه صفتها کاربرد ندارد. برای بعضی از صفتها وقتی اولش او بیاریم متضاد و مخالف می شود. مدرن او مدرن. تور ووت تور ووت تور ووت. تور سعی کنید که این زمین بسیار خشک است، آفتاب میتابه، زمین بسیار خشک است و اینجا ابر میباره و زمین خیس است. میشود تور میشود خشک، ووت میشود خیس تر. بدد او بدد بدد او بدد. بدد میشه مرتب، یک تخت خوابه که مرتب میکنیم میگه بدد، این مرتب شده است. او بدد نامرتب است. گفتیم با آوردن یک او اولش متضاد و مخالف جور میکنیم. بدد او بدد. خب بکوم بکوم او بکوم بکوم او بکوم. بکوم همین راحت میشه. ایوار سعی میکنیم که سمت چپ تصویر یک مبل بسیار راحت است، بسیار یک صندلی راحت است. بکوم میشه راحت. او بکوم راحت نیست. او بکوم.
گفتیم با آوردن او متضاد مخالف جور میکنیم. این صندلی راحت نیست. öppnat öppnat او öppnat öppnat او öppnat. خب دوستا گفتیم که با آوردن یک او اولش متضاد و مخالف جور میکنیم. öppnat یعنی باز، او öppnat یعنی که باز نیست، بسته است. snabb långsam snabb långsam snabb långsam. اسنپ می شود تیز. این بر سمت چپ یک پرنده رو میبینیم که بسیار تیز پرواز میکنه، سرعتش تند است. لونگسام یک حلزون میبینین که بسیار آرام حرکت میکند. رقم لاک پشت بسیار آرام حرکت میکند. راکت او راکت راکت او راکت. راکت سرعت بسیار سرعت خود که اصلاح کرده میگه راکت. او راکت اصلاح نکرده. سمت راست میبینین که بنده خدا ریش داره، سیبیل داره. راکت او راکت. تیلوتن förbjuden تیلوتن förbjuden تیلوتن förbjuden. تیلوتن میشه اجازه داشتن، مجوز داشتن. förbjuden اجازه نداشتن. سمت چپ تصویر اجازه سیگار کشیدن داریم در این مکان، سمت راست تصویر اجازه سیگار کشیدن در این مکان نداریم. تیلوتن förbjuden. ریک fattig ریک fattig ثروتمند است. سمت چپ این خانومه می شود ریک ثروتمند، fattig مرد فقیر است. fattig می شود فقیر. lätt svår lätt svår lätt svår. lätt ال آی دو نقطه ت می شود آسان. می بینیم که نوشته یک به علاوه یک می شود دو. این بسیار آسان است. میگیم lätt lätt می شود آسان. svår می شود سخت. یک فرمول سخت ریاضی است. svår می شود سخت. همچنین lätt سبک هم می شود که باز بعداً باید توضیح میدیم. خب میخوانیم lätt svår lätt svår. full full tom full tom. خب این سمت چپ یک بطری پر است. full می شود پر، tom می شود خالی. بطری خالی شده است. full tom full tom. blond mörk blond mörk. خب دوستا میبینید سمت چپ خانوم موهایش روشن است، بلوند میگن. آقای موهایش سیاه و تاریک است، میگویم مرک. مرک میشود تاریک تیره، بلوند میشود روشن. بلوند مرک بلوند مرک. راک سنت راک سنت. راک میشود مستقیم، راست. سعی میکنید که این تابلو بسیار راست و درست است. سنت میشود کج، تابلو کج شده است. خب دوستا امیدوارم که از این تکنیک استفاده کنید. برای خود کلمات بنویسید. در اینجا تقریبا 30 صفت بود. شما میتوانید با نوشتن اینا یا با دیدن این ویدیو و تمرین کردن در یک روز 3 صفت یاد بگیرید. و برای درس های بعد نیز چندین و چند صفت و چندین و چند کلمه دیگه هم با شما کار میکنیم تا یاد بگیرید. امیدوارم که از این تکنیک استفاده کنید در زمینه‌های دیگه، در مورد کلمات دیگه، و هر کلمه را سعی کنید که با متضاد و مخالف او یاد بگیرید یا برای خود تصویر پیدا کنید. این بسیار روش خوب است. از این روش حتما استفاده کنید. این روشی که از طرف بسیار از پژوهشگرا توصیه شده. امیدوارم که از این روش به خوبی استفاده کنید. شما رو به خدای مهربان میسپارم. تمرین فراموش نکنید. شما بهترین میتوانید باشید.